با فرزندانتان در خردی فرصت بیشتری برای عروسک بازی بدهید تا در بزرگی با آدم‌ها بازی نکنند. نعره هیچ شعر آشیانه چوبی را ویران نسازد. من از سکوت موریانه ها می ترسم. سخنی را بگو که ارزش آن بیش از خاموشی باشد. 3 چیز کار مردان راستین است: با وجود فقر سخاوت کردن، در خلوت و تنهایی پرهیزگاری، در مقابل انسان قدرتمند راست گفتن. به هر سوال می توان جواب گفت اگر آن درست داده شود. وقتی در بسته می شود، در دیگر باز می شود. ولی آنقدر با تأسف به درهای بسته نگاه می کنیم که از درهای باز شده غافل می مانیم. خوشبخت‌ترین شخص کسی است که قناعت داشته باشد، ورنه بی قناعت شاه هم گداست. فالبین سرنوشت خود را نمی داند، در حالی که ادعای دانستن سرنوشت دیگران را می کند. زندگی به مهنت مصیبت و به عقل حیوانیت است. جاهل سعی بران می کند که ثابت بسازد که او خطا نکرده است، اما عاقل برای رفع آن می کوشد. بینندگان عزیز، شما برنامه 5 را از کتابخانه روزنامه جوانان تاجیکستان شنیدید.